марги Сайфиддин Махтумов дар Русия хонаводаашро ба мотам шинонда аст. ӯ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, Шурободи Пешин, ҳаммарз бо Афғонистон зиндагӣ мекард. Сайфиддин 36 сол дошт ва ягона ноновари хонавода буд. 7 моҳи пеш барои кор ба Русия рафт. Қарздор буд. خیلی قرض هم عملی ساز نکرد. طالبان می خدمت سومی سازم روی نکس نوام 1000 روی کرد. که دو تا کش یک بدم ایدار خانه خریدیم دیگه پولم روی نمیگه قرض دارم. مادر با سیفالدین یک هفته پیش از مرگش صحبت کرده است. روز 25 اکتبر به خانواده‌اش خبر دادند که در بیمارستان است. ولی روز 27 اکتبر خبر مرگش را رساندند. نزدیکانش میگویند سبب مرگ سیفالدین مناقشه بوده است. اونجا جنگ شده است، جنگ خلاص کرده است، خیلی کرده است که خیلی مقصد که رگ ضرب است، جنگ خلاص میکنه است، غلطی دستم بیتون داشت خیلی سرش زده است که وبشیم که دیگه جون شاید است دست وبشیم. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت از قضیه مذکور آگاه است و آن را تحت نظارت گرفته است، ولی تاکنون معلوم نیست سبب واقعی مرگ جوان تاجیک چی بوده است. تفتیش حادثه ادامه دارد. حالا جسد سیفالدین به تاجیکستان نرسیده است. از روز 27 اکتبر اینجا مردم جمع می آیند و می گیرند. سیفالدین مختوموف تا رفتن به روسیه تاکسیرانی و آموزگاری میکرد. از پدر در خردی محروم شده است. مادرش در افغانستان شوهر کرده است. برای همین از 1 سالگی بیبی و بابا بزرگش کرده اند. ایام خودسالیش در تعلیم تربیت بابای مامانش تعلیم تربیت یافت و در اینجا بابای رسید. از سیفالدین 4 فرزند یتیم مانده است. فرزندی بزرگش 16 و خردیش 10 سال دارد. مادرش شهروند افغانستان است. 1 سال پیش به تاجیکستان آمده است و مقام پناهندگی دارد و در خانه سیفالدین اقامت میکند. مادرش بجز سیفالدین از همسر افغانش 4 فرزند دارد. 3 دخترش در افغانستان هستند. پسرش را با خود آورده است. برای آوردن مادر سیفالدین تلاش ها کرده است. اکنون مادر میگوید که یگانه پشت و پناهش در تاجیکستان او را ترک کرد. مادری که سالهای دراز از او دور بود و 1 سال زیادتر با هم بودند. حالا سیفالدین مادر را ابدا ترک کرد.